سلام، اومدم نکته جفترنگا رو بگم. از یه مرحله قبل‌ترش شروع میکنیم. گفتیم یا شکل ماهی داریم یا شکل ماهی نداریم. یعنی به اضافه زرد رو که داشتیم نگاه میکنیم ببینیم این به اضافه زرد حالا ماهی داریم یا نداریم. اینجا یه شکلی متفاوت تر از ماهی داریم. یه مهره اینجا اضافیه. میگردیم زرد سمت چپ رو پیدا میکنیم، براش از همین جا فرمول ماهی میزنیم. راست به بالا، بالا به چپ، راست به پایین، بالا به چپ، راست به بالا، بالا به چپ، بالا به چپ، راست به پایین. الان شد شکل ماهی. حالا سر ماهی رو به سمت قلبمون میگیریم، باز فرمول ماهی میزنیم. راست به بالا، بالا به چپ، راست به پایین، بالا به چپ، راست به بالا، بالا به چپ، بالا به چپ، راست به پایین. حالا سر ماهی اونوری شد، میچرخونیم بازم. راست به بالا، بالا به چپ، راست به پایین، بالا به چپ، راست به بالا، بالا به چپ، بالا به چپ، راست به پایین. صفحه بالامون کامل شد. میخوام نکته جفترنگا رو بگم. الان هیچ جفترنگی نداریم. جفترنگ گفتیم یعنی چی؟ یعنی زمانی که گوشه ها یک رنگ باشه، یعنی قرمز و قرمز یا نارنجی و نارنجی باید یک رنگ باشه، یا اینجا آبی و آبی باشه حتما، یا سبز و سبز باشه. الان نگاه کنیم هیچ جفترنگی نداریم. از هر سمتی تو دستمون بگیریم فرمول بزنیم فرق نمیکنه. فرمول جفترنگا چی بود؟ راست به بالا، بالا به چپ، راست به پایین، بالا به راست، راست به پایین، رو به راست، راست به بالا، راست به بالا، بالا به راست، راست به پایین، بالا به راست، راست به بالا، بالا به چپ، راست به پایین، رو به چپ. چی شد؟ میبینیم جفترنگ داریم. بله، یه دونه جفترنگ درست شده. اینجا هم نداریم، اینجا هم نداریم. باید جفترنگو که الان آبیه ببریم با مرکزش ست کنیم. جفترنگو سمت چپمون بگیریم. این قسمتی که جفترنگ کامل شده سمت چپمون میگیریم. باز فرمول جفترنگ رو تکرار میکنیم. راست به بالا، بالا به چپ، راست به پایین، بالا به راست، راست به پایین، رو به راست، راست به بالا، راست به بالا، بالا به راست، راست به پایین، بالا به راست، راست به بالا، بالا به چپ، راست به پایین و آخرین مرحله رو به چپ. الان چی شد؟ همه جفترنگ ها درست شد. منتها این جفترنگی که مرحله قبل خودش درست شده بود مهره وسطش هم درست شد. گفتیم برای مرحله آخر چی میزنیم؟ یه بار دیگه دوره کنیم. برای مرحله آخر میگیریم سمت دیوار کامل رو میگیریم کاملا پشت. دیوار کامل کاملا به سمت پشت. از صفحه روبرو شروع میکنیم به فرمول دیوار. راست به بالا، بالا به راست، راست به بالا، بالا به چپ، راست به بالا، بالا به چپ، راست به بالا، بالا به راست، راست به پایین، بالا به راست، دوبار راست به بالا. الان چی شد؟ اتفاقی نیفتاد. یک بار دیگه همین فرمول رو تکرار میکنیم. راست به بالا، بالا به راست، راست به بالا، بالا به چپ، راست به بالا، بالا به چپ، بازم راست به بالا، بالا به راست، راست به پایین، بالا به راست، سمت راست دوبار به سمت بالا. حالا چی شد؟ دیوارمون کامل شد. این هم از فرمول جفترنگ ها.